سلام، برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم با دکتر هادی و دکتر محمد. یکی دکتر درست حسابی، یکی دکتر. سلام، خوش اومدین بعد از مدت ها دوباره با 67. آقا وعی نزن، من اومدم قور بزنم امروز و این قورم به تمام آدمایی که مثلا آقا این برنامه برای کسایی که به قول معروف از ایران مهاجرت کردن و اومدن اینجا میخواد زندگیشون رو بهتر کنن و دنبال چیزایی دارن میگردن که در واقع جایی راجعش صحبت نمیکنن. حتی یه آدمی که مثلا اینجا به دنیا اومده اینو نمیدونه که مثلا ما داریم یاد میدیم، چه برسه به برعکس ایران یا جامعه ایرانی. و پیروز با یکی کانسالتیشن داشتم و اون داشت اینو به من گفتش که در من اینا رو یاد میدیم، من 3 تا خونه دارم، اینو دارم اونو دارم، وضعم هم خوبه و فکر میکردم همه چی رو میفهمم، ولی وقتی ویدیوتون رو نگاه میکنم فهمیدم چقدر چیزا رو بلد نیستم و مرسی که تو دیتیلز میبینید. خیلی احساس خوبی کردم. فکر میکنم به هادی هم مسیج زدم گفتم این اگه اشتباه نگم. آره دمت گرم. خلاصه این داستانش اینه و من حالا دیگه الان حرفم با اوناست محمدها، خب ولی فوشو که میدم فقط مستقیم دارم به ایشون میدم، ولی خب شما هم به خودتون بکشاسمین. ببین ما فکر می‌کنم دسامبر شروع کردیم این برنامه رو، الان 3 ماه گذشته و من 3 ماه به محمد هر چند وقتم گوشزد کردم که یه کاری پیدا کن یه $20 $10 آن د سایت در بیاری. خب بعد نمیکنه محمد. خب و بهونه‌ش هم یا منطقش هم اینه که من دوست دارم برم یه جا کار کنم، من دوست دارم کارمند باشم. کارمند خیلی خوب داریم، بیزنسمند خیلی خوب هم داریم. تو مغزت اینجوری کار میکنه بیزنسیه؟ نه، داستان اینه که میخوام دنبال یه کاری بگردم که یعنی دنبال یه کاری هم که درآمدمو بیشتر کنم. این چی میگم؟ چون الان فول تایم دارم کار میکنم، دنبال یه کاری هم که فول تایم برم درآمدم بیشتر شه دیگه. یهو خب میدونم من چون الان هر چی سایت کار بکنم فایده نداره، باز دوره درآمدم میاد همونجا وای میسه. چرا؟ خب به خاطر اینکه الان فول تایم دارم کار میکنم، بعد الان به جای اینکه مثلا 5 شنبه برم سر این کارو، بعد برم سر اون یکی کار. خب چه فرقی میکنه؟ خب نه، تو این کار مثلا تو یک ساعت میشه $200 در بیاری، $300 پول در بیاری. کدوم کاری که مثلا یهو به $200 میزنه؟ زیاده. مثلا همین امروز دیگه ببین، حالا همینه بحث یه قرم بهش همینه. آدما فکر میکنن که مثلا اینا که بیزنسمنن میشینن اینجوری فکر میکنن، میگن الان یه بیزنس بزنم، بریم چراغ روشن کنیم، چراغ بسازیم شبیه ستاره باشه، بعد آدمایی که میخوان یوتیوبرشن میان از ما میخرن پولدار میشیم. اینجوری کار نمیکنه بیزنس اونوری کار میکنه. یارو میخواسته بره یوتیوبر شه، دنبال لامپ بوده، لامپ گرد میخواسته پیدا نمیکنه، میگه چه لامپ خوشگل نمیسازه، ما بریم لامپ خوشگل بسازیم. همه تقریبا بیزنس‌ها از روی احتیاج به وجود میاد، یارو یه چیزی میخواد. خب مثلا میگم من دیشب راجع به این بیزنس فکر نکرده بودم. امروز صبح من بلند شدم گفتم آقا من میخوام لاستیکامو الان عوض کنم، از زمستونی بکنم تابستونی، و این لاستیکامو باید بردارم بذارم پشت ماشین، ببرم یه جایی توی دونه مثلا شاپ، بگم برام عوض کنن. اگه آشنا باشه و مثلا یکی بهم گفته باشه مثلا $50-60 میتونم این کارو انجام بدم، و اگه مغازه مثلا همینجوری بری احتمالاً مثلا میخواد $100-150 بگیره این کارو بکنه. بعد گفتم خب من حوصله ندارم برم 4 تا لاستیک 22 اینچی رو بردارم بندازم پشت ماشین. اولا پشت ماشین کثیف میشه، من کثیف میشم، خسته میشم، بعد برم اونجا دوباره 4 لاستیک بذار دوباره لاستیکا رو بردارم. من حوصله ندارم، یکی به در خونم این کارو بکنه. رفتم رو اینترنت زدم یه سری تبلیغات اومد، لاستیک فلان میکنه. اولا گفتم خاک بر سرتون کنم که تبلیغات هنوز انقدر عقب مونده است و قدیمیه، نمیفهمن مردم عوض شدن و شما مثلا 1 سال نمیشه وقت نداری یارو راضی کنی. بچه که چطور زدی مثلا لاستیکو به بهترین قیمت عوض میکنین، بزن آقا یه لاستیک $60، 2 تا لاستیک $90، 3 تا لاستیک $300، بزن اونجا الان ببینن کارشونو بکنن. این مسخره بازی چیه که زنگ میزنیم یارو پای تلفن بگیم چی پای تلفن مثلا رو دروازه میگم فلان ننه گوشو قطع میکنم. خلاصه همینجوریش هم میگشتم یه یکیو پیدا کردم زده بود لاستیک عوض میکنیم واسه $65. گفتم خب دمت گرم بیا ببین چقدر منطقی، و یارو هم میاد اینجا بوم بوم. زنگ زدم بهش و یارو گفت ما لاستیکی $65، یعنی میشه $260 واسه 4 تا لاستیک به علاوه تکس و مکس میشه $300. گفتم خب داداش نمیتونم یه پول پلی استیشن بدم واسه لاستیکمو عوض کنی، منطقی نیست. نه نمیخوام. گوشو قطع کردم و گفتم خب اینم احتمالاً چون اولا خب نشون میده که یعنی مارکت انقدر میتونه جواب بده، این اطلاعاتی بود که از این یاد میگیری.
دوما این که میفهمین داره پول گوگلشو میخوره، یعنی اینقدر تلفن داره زنگ میخوره که میتونه این کارو بکنه. پس تو این دو تا چیز میتونی یاد بگیری. پس میای تو مغزت میگی خیلی خب بس من اگه تبلیغ درست کنم بگم 240 میتونم یه کاری که مثلا با $50 تو مغازه میکنه بکنم تو پاچه مردم واسه 6 برابر قیمت. بعد یهو محمد نگاه کردم گفتم دریوس خب چرا الان تو همین الان آیدیا نمیگیری؟ چرا الان تو بلند نمیشی همین بدوی تو اتاقت بگی من میخوام لاستیک عوض کنم؟ چون اگه تو بخوای لاستیک عوض کنی از این بیل بلکا که بگی اینترنت 199 تا داره، اینجوری میندازی زیر ماشین جو فشار میدی با یه دفعه ماشین بلند میشه، دو تا چرخهای زمین جلوم بلند میشه. بعد قشنگ دو تا چرخا میتونی با دریل برمی‌داری بیج 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 میزنی باز میشه، تاش چکش میخوای با اون مربع بزنی که به چرخ دیگه ها. یعنی محمد میتونه مثلا بره این کار انجام بده بگه من $100 میکنم، بعد یهو حالا تورت میخوره به نفر که 4 تا ماشین داره میگه 4 تا رو عوض بکن، $400 سوده. اینا هم بونسایی که کنار کار میاد، حالا کاری ندارم. بعد گفتم خب مثلا همین الان به تو اتاقش یه وبسایت درست بکنه، الان که دیگه با این داستان ای آی و نمیدونم چیزای از قبل آماده است که میری همه چیش آماده است، فقط اسم عوض میکنی یا میزنی میخوام لاستیک بفروشم زرت میاره واسه، بعد میزدی بعد همین رو راه مینداختی. بعد میگم چرا الان برات این هیجانی نیست؟ چرا نمیری بدو این کارو انجام بدی؟ نمیگم لاستیک عوض کن شو نمیدونم، ولی میگم الان اومدی توی کشور جدید میخوای خودتو بسازی و این ساختن باید تو دنبال پول باشی، چون بازی پول دیگه، بازی هیکل و دختر بازی که نیستش، اینا ساید بازیه. بازی اصلی بازی پوله. تو پولو بزنی دیگه هیچی نشه، همیشه همه جا اولی در همه جا وسط بازه، درسته؟ بس بازی پوله. تو هم توی کشوری بودی، تو همه بچه‌ها برعکسی هستن که از ایران اومدن بیرون، یه آدمی بودی که به یه دلیلی، حالا به دلیل اینکه شانس داشتی یا به دلیل اینکه دنبال زندگی بهتر بودی، تو از ایران اومدی بیرون. اگه شانس داشتی معنیش اینه که مثل من بودی، بابات میاد کاراتو انجام داده، بهت میگه عزیزم سوار هواپیماشو داریم میری کانادا، خونه وارد میشم برام قرمه سبزی هم پختن روز اول، برام خونه اجاره میکنه، ماهی هم $5 میذاره تو حسابم. اگه تو این سناریو اومدی هر غلطی میخوای بکنی، اگه بابات پول داره میخواد تا آخر عمرم پولتو میده، شور بشین تو خونه، مثلا من صحبتم با اونا نیست. ولی واسه اون 99% که اومدن زندگیشون رو بهتر کنن و دوست دارن بهتریت رو ببینن و چیزای بهتر داشته باشن و قدرتشون پولشون بیشتر باشه تو این بازی جلوتر باشن، تو هر شانسی رو باید بپری روش. من الان اونقدر گشنه و خسته و اینا نیستم که برم این راه بندازم، ولی اگه من 20 سالم بود تو اتاق یه دیوسی نشسته بودم، بعد یارو مثلا همین زنگ میزد به تلفن، بعد من این تلفنو میشینم میگفتم $260 میگیرن لاستیک عوض کنن، دادا من لاستیک عوض میکنم. بعد تو فاصله یه ماه داشتم لاستیک عوض میکردم، با 2 تا لاستیک فروشم آلردی ستاپ کرده بودم، داشتم لاستیک زمستونی هم میفروختم، لاستیک تابستونی هم میفروختم. میدیدم مجوریتی چیه، تو 6 ماه مثلا میدیدی یه دونه ون گرفتم پشتش تبدیل کردم به لاستیک فروشی. بعد ماه هفتم یکی به من میاد میگه سهیل بیا تو خیلی لاستیک فروش خوبی هستی، بیا بشو منیجر لاستیک فروشی فلان، بهت هم ماهی $300,000 پول میدیم. همون روزم ونمو میذاشتم تو فلان میفروختم، میرفتم کار میکردم. یعنی اگه من قصدم بود که برم رئیس کمپانی بشم، برم منیجر بشم، برم کارمند بشم، هر چی که میخواد باشه. و من میخوام بفهمم چرا آدما رو اپورتونیتی نمیفهمم و جواب تو این بود که مغز تو بیزنسیه، من مغزم نمیکشه برم اینو راه بندازم. حالا میخوام ببینم چی رو نمیکشه، کجا ضعف داری که من راجع به اون حرف بزنم که آدمای مثل تو هم اونا پوش بشن. ببین داستان اینه که تو این ایده رو خودت خوب اومدی چیدی و اومدی راجبش صحبت کردی، تقریبا میشه گفت تو مثلا 1-2 دقیقه کل ایده بیزنس رو آوردی جلو. خب حالا اون چیزی که وجود داره و منم حالا پادکست بیزنسی معمولا گوش میدم، اینه که میگن مثلا معمول آدما نمیتونن راجع به این ایده بیزنسی و حالا این چیزایی که تو چیدی توی 1 دقیقه بتونن به راحتی بچینن و تو مغزشون همه رو پروسس کنن و به بیزنس برسن. خب و من فکر می‌کنم دلیلش همین باید باشه. خب بعد از اینکه بهت میگم چرا هیجانی نمیشی؟ چون میترسی یا باور بهش نداری؟ من خودم چون باور ندارم. حقیقت ذهن من اون لحظه اینه که میگم حالا این که نمیگیره، حالا اصلا معلوم نیست، یه ایده رو مثلا چیز دیگه همینجوری صحبت کردیم فقط چی میگن دهن به دهن چرخید. خب ضررش برات چیه؟
بری یه دونه وبسایت درست کنی بگی من لاستیک عوض میکنم برای $120، بعد یه تلفن زنگ بزنی که بگی بیا بری کینین تا یه دونه دستگاه بخری واسه $90 بعد بری لاستیک عوض کنی $20 بذاری جیبت بگی واسه دفعه بعد تلفن بعدی $120 سوده، ضررش چیه؟ ضرری نداره. خب پس از چی میگی به چی باور نداری؟ خب میگم دیگه بحث اینه که در اینجاست، بعد میگن که اگه این در رو باز کنی میتونی توش پول باشه، حتی میگی که یا خب چرا باز نمی‌کنی؟ میگی من خب باور ندارم پول نباشه توش، پول باشه توش. بعد میگم خب خالو واکن. تا این حرفو من زدی، من نمیفهمم منطق تو. آخه منطق اینه که تا حالا از این کارا نکردم. حالا میگم خودمو نمیگم باز آدمی که مثلا توی یعنی از اینکه لاست سیچویشن باشه. بذار هادی بپرسه. همیشه میگن خب پس فرست وان چه جوریه؟ همین یه جای باید شروع کرد دیگه. من یاد خیلی جالبه که من یاد یه مکالمه افتادم که همین دیروز داشتم با یه نفر. من خیلی کوچولو آن د سایت منتور چند نفر هستم تو این مایه‌هایی که مثلا فقط هر چند ماه یه بار با هم صحبت میکنیم. و جالبه که این آدمی که دیروز باش صحبت میکردم هر سال 4 بار میت میکنم، هر 3 ماه یه بار با هم دیگه. 3 ماه یا 4 ماه، آره هر 3 ماه یه بار، هر فصل در حقیقت یه بار یه آپدیتی با هم میکنیم، مثلا در حد بین نیم ساعت تا 1 ساعت. و شرایطش با محمد خیلی متفاوته، یعنی یه جای دیگه زندگیه، شرایط اومدنش به آمریکا متفاوته و شرایط کاریش هم متفاوته، ولی مکالمه خیلی شبیه این بود. از اینجا شروع شد که خب هر کدوم به هم یه آپدیتی میدیم. من آپدیتم این بود که رزولوشن امسال من اینه که کمتر کار کنم، کارامو سبکتر کنم. دلیلش هم اینه که خب من یه فول تایم جاب دارم توی گوگل، مثلا مسئول دیزاین هاردورهای کرومبوکم و در کنارش 3 تا کمپانی ران میکنم و یکی از کمپانی‌ها 4 تا پراپرتی زیرشه که داره منیج میکنه و 2 تا شرکت دیگه. و فرض کن حالا 2 تا بچه هم داریم که تمام عصر وقت آدم میگیرن. برای همین برای من خیلی فراتر از کپاسیتی یه آدم من دارم کار میکنم. رزولوشن من اینه که کارمو کم کنم. بعد در مقابل صحبت کردیم ببینیم که این تو زندگیش چی میخواد و کجا میخواد برسه. من فهمیدم که کاری که میکنه اینه که همین یه جاب داره، یه جاب فول تایم داره. خب بقیه‌شو چیکار میکنی؟ خب 8 ساعت میخوابی، 8 ساعت هم سر کاری، بقیه‌شو چیکار میکنی؟ و یه ذره که بریک داون کردیم اینه که متوجه شدم از این نوع آدماییه که روتین دوست داره، آرامششو ترجیح میده به همه چی و چالش خاصی نداره. یعنی یه ذره مطالعه میکنه، یه ذره حالا بازی میکنه، غذا میخوره، خیلی ملایم. من تو اکستریم این ور بودم که همش 1000 تا کار مختلف میکنیم. این تو اکستریم این ور بود که هیچ چالنجش همون کاری بود که سر کار مثلا میبینیم مشکل پیش بیاد و اینا. و دوست داشت یه ذره چالش اضافه بکنه. حالا نمیدونم به چه دلیلی، ولی آخر مکالمه به اینجا رسیدیم که این میخواست یه کاری رو اضافه بر روتین روزانش انجام بده که و پیشنهاد من به اینجا رسید. میخوام اینو بگم. اینجا بهش پیشنهاد کردم که ببین، یا یه کار متفاوتی که برات سخته تو زندگیت وارد بکن و هر چقدر که با کاری که اصلا باش آشنا نیستی از اون جنس باشه برات سختره، یا یکی از کارهایی که داری انجام میدی و ساده است انجام دادنشو بیا به روش سخت‌ترش انجام بده. و یه سری مثال هم داشتیم. مثلا میگفتیم که خب اوکی، تو الان اگه خونتو میخوای آپگرید بکنی، یه راحت ترین راه اینه که زنگ بزنی به یه شرکتی قیمت بگیری، اونا هم بگن $40,000، بعد تو بیا قرارداد امضا کنی همش اونا انجام بدن. یه راهش هم اینه که بری بگی که اوکی، به جای اینکه من بخوام به این شرکت اینقدر پول بدم، بیام ببینم این شرکت چجوری این کارو انجام بده، یه ذره یاد بگیرم با هزینه کمتر انجامش بدم. مثلا میام میبینم که این 3 تا آدم میاد خودش هایر میکنه، میاد مثلا پروژه رو اساین میکنه، اونا انجام میدن. خب من این آدما رو خودم هایر بکنم، سودی که اون شرکت میگیره رو دیگه لازم نیست به اون شرکت بدم، انگار خودم کار کنم. من اینو میگی یه دفعه خواستم یه کاری بکنم، یادم نمیاد چی بود، مثلا فکر کنم می‌خواستم پله بسازم، بعد نمی‌دونستم چیکار کنم. بعد به یه کمپانی معروف زنگ زدم، گفتم بیا واسم پله بساز. بعد اومد اینجا، گفتم که شما پله می‌سازید؟ گفتم خب به من قشنگ توضیح بده چیکار می‌کنید.
میخوام بدونم درست میسازین یا نه. گفت خب ما اول اینجا رو دیوارو صاف میکنیم. من نوشتم دیوارو صاف میکنیم. گفت بعد اینجا رو بتونه میکوبیم، بعد اینجا رو چوب میزنیم، بعد چوبا رو سکیور میکنیم، بعد روشو اینو میزنیم، بعد موکت میکنیم، بعد ریلینگو میزنیم. گفتم اوکی. بعد اینکه رفت بیرون یه دونه 6 تا عد درست کردم. گفتم یه دونه آدم میخوام بیاد صاف کنه، یه دونه آدم میخوام بیاد بزنه. بعد هر کدوم کارا رو لیست کردم و به ترتیب همین کارا رو کردم و مثلا شد 100 قیمت. چون اگرم مثلا بگی میخوام یکی بیاد برام زمین رو صاف کنه و بتونه بزنه، اون دیگه میگه من پراجکت منیجر شدم، من اومدم خونه بسازم. ولی وقتی بهش بگی آقا من اومدم خونه فقط صاف کن، خودش رو من کارگر میبینه. میگه خب من کار مثلا 6 ساعت طول میکشه، نمیتونم بگم $1000 400 خوبه. بگم 400 مگه چقدر طول میکشه؟ میگه 8 ساعت طول میکشه. میگم خیلی خوب $50 میخواد من چارج کنی، مگه میخوای فیساغورت رو زمین رو صاف کنم؟ میگه خیلی خوب مثلا 250 خوبه. و اینجوری که میچینی یا مثلا واقعا 1/10 کاست میشه. اینم واسه کسی که نمیدن چیکار کنن. بنابراین تو یک کاری که آسون داشتی میکردی و میای برای خودت سخت‌تر میکنی، خودتو اینوالو میکنی. یه روشش اینه که خودتو یه ذره چالش بکنی تو زندگی، یا اینکه یک کاری که اصلا نکردی و بیای از صفر شروع بکنی، اضافه بکنی تو زندگیت. میخوام بگم که کل قضیه اینه که توی کامفورت زونی هستی که یک روتینی داری، هیچ کاری هم خارج از کامفورتت انجام نمیدی. بسته به این که چقدر آمادگی چالش داری که رشد بکنی، یه چیزی رو اضافه کن تو زندگی. چیزی که سهیل میگه اینه که یه چیزی رو اضافه کن تو زندگی. حالا یه عده آدما هستن مثل خود من و مثل سهیل قطعا که تنشون میخاره. یعنی وقتی بهشون میگی نه تنها چشاشون برق میزنه، هیجان زده میشن، یه چیزی هم میذارن روش، میگن اوه وبسایتو میخوای بزنی، بعد میتونیم یه ای اسیستنت هم بذاریم جواب تلفن بده خودش. جواب تلفن بده. حالا من داشتم فکر میکردم که تو میتونی وبسایتو جوری بزنی که به جای اینکه خودت بری لاستیک رو عوض کنی، یکی رو با خودت ببری همونجا ترینش بکنی، دفعه بعد تو نری اونو بفرستی. بعد تو بحث خصوصیمون بهش گفتم که چیکار گفتم یا نگفتم خودش. به هر حال یه جا نشستن که بهتره. یعنی من خودم هم فن اینم که خب تو دنبال فرصت باشی. تو فکر کن بری وبسایت بزنی، حالا چون مثلا wix.com نمیدونم شنیدی یا نه، میری تمپلیت رو میگی خودش برات یعنی کلا $50 میدی، همیشه هم 1-2 ماه اول پروموشنه، مثلا $3 میگیره. خب ولی تو من یه بار این چالش رو برای خودم گذاشتم. یه بار توی ویکندی شنبه صبح تا عصر تونستم یه بیزینسی که وجود نداره رو راه بندازم. خب اون بیزینس بره شکست بخورم خیلی خوبه. یعنی تا هفته بعد تو نتیجه گرفتی که من میفهمم که اگر یه ایده رو داشتم بخوام تصمیم بگیرم وبسایتشو بزنم، این اینفراستراکچر پیمنت و دیزاین و ادورتایزمنت و اینا رو همه رو به هم وصل کنم که بعد توی اینستاگرام یا هر جایی اد تارگتت بذارم که من میخوام این کارو بکنم، بعد این $50 بدم این بره اد پخش بکنه، شرکت هم وبسایت داشته باشه، مردم بیان پول بدن، همه چی به هم وصل باشه. این ایده اگر شکست بخوره، من این وسط کلی چیز یاد گرفتم که دفعه بعد فقط اسم وبسایت رو عوض میکنم یا ایده دیگه است، دوباره با $50 جدید میرم جلو و یکی از اینو اگر خب جواب بده یا یکی از محصولاتی که بفروشه، همون پولای اولیه هم که دادی چیز میشه، خب همه رو پی آف میکنه. همون ای بی که من رو انداختم ایده مثلا 8 من ایده جوهر بود دیگه. من سی دی فروختم توش، یعنی سافر تلفن فروختم توش، نمیدونم کیبل فروختم، مموری کارت فروختم، جوهر فروختم، عطر و اتکلون فروختم، نمیدونم اصلا میگم چیزای متفاوت پیدا میکردم، یهو میافتادم روش، جیر رو واجرش میکردم، بعد یا به زمین میخورد یا چی. ولی مثلا تو همون پروسس مثلا میگم یه زمانی مثلا کوپن سابوی رو میفروختم. خب من 1 سال هر روز داشتم سابوی مجانی غذا میخوردم، همه بچه‌ها دنبالم بودن چون تمام بچه‌ها دنبال کوپن غذای مجانی ارزان‌تر بودن، تمام مدرسه‌اش از کوپن‌های من غذا می‌خوردم. این چی میگم؟ مثلا من یه جوری مثلا گادفادر غذای همه بودم. همین خودش کلی خاطره درست کرد. می‌دونی مثلا داشتم تو ماشین میگفت، یه دفعه توی ماشین بودیم 5 نفر بودیم، بعد رانندم سهیل بود اتفاقا. بعد گفت خواهش سرویس توی این ماشین همه مشتری سهیلن.
مثلا میگم خاطرش هم باحال، داستانش هم الان دارم تعریف کردم مثلا تو ساویو چیکار کردم فلان بسار. ولی میگم مثلا آدم مثلا یکی بعد توی کانسالتیشن ازم میپرسه من چیکار کنم پول در بیارم، میگم این اصلا این سوال جواب نمیتونم بدم. الان به من بگی سهیل تو چیکار میکنی، ولی اگه مثلا میگم الان مثلا یه اتفاقی بیفته یا من همه چیمو از دست بدم، من امروز لاستیک عوض کمپانی کمپانی شماره یکم بود، میگفتم کل داستان یه دونه جک با یه دونه دریل، جک $90 دریل هم $100. اگرم پول نداشته باشم هر دفعه میرم میخرم، شبش میرم پس میدم. یعنی اگرم نشده باشم 3 دفعه اول میرم صبح میخرم، کارا رو انجام میدم، شب میرم پس میدم، دفعه 4م میرم میخرم نگرش میدارم. میگم الان دیگه $400 انقدر پول دارم که بتونم بخرم. خب دقیقاً. ولی من حالا همیشه رو کریدیت کارت میگرفتم، یعنی این کارو اول شروع میکردم، بعد پس رو میبینم این یکیشو اونم میکردم. بعد مثلا میگم من توی پروسس یاد میگیری، اد درست میکنی، ادای کسای دیگر رو میبینی، میفهمی این یکی همونطوریه اونم تو، بعد زنگ میزنی میگی چند میگیری، میگه مثلا من 150 میگیرم، میگه آقا من خودم اینجوری ام، بعضی موقع اضافه مشتری دارم، اگه بهت مشتری اضافه بدم چقدر این 120 به من کیک بک میدی تو رو معرفی کنم؟ یارو میگم به $30 میدم، $20 بهت میدم. بعد میگی اوکی، و همین کاری که تو میگی رو میکنی. بعد 6 ماه که مثلا تصمیمش عوض شد خواست به یه کار دیگه بکنه، دیگه وقت نداره یا اینا، یه سیستم میذاره دیگه، هر کی تلفن میزنه یه تلفن گوشی جواب میده، میگه اوکی اونو بوک میکنه، یه 20 از یارو میگیره. ماهی 20 نفرم بفرسته $400 داره در میاره از الو اوکی آدرس رو تکست بکن میاد، یه فوروارد به یاروت بره، تموم شد. همین $20 $30 $50 جمع میشه. من یه دفعه تو خونه بودیم، بعد نمیدونم چی شد، رفتم از تو اتاق خواب $20,000 پول نقد آوردم بیرون. می‌خواستم یه عکس بگیرم، بعد رفتم $20 پول آوردم می‌خوام دور و بر خودم واسه یک از اپیزودا بود. بعد النا اومد گفت این پول از کجا اومده؟ گفتم نمیدونم. خود تو که کار نمی‌کنی، 24 سالم که تو اتاق بغل منی، ما با همیم، تو کجا $20,000 داری من ندارم؟ خب بعد خیلی برای من این جالب بود، چون واقعا جوابی نشه، من راست میگم نمیدونم از کجا میاد، ولی من هی حواسم هست، هی جمع میکنم، به این میرم، به یه راهی اونجوری پیدا میکنم. همیشه یه اتفاقی داره میفته که یه پولی داره جنریت میشه، حالا هر طریقی که باشه. همیشه دارم دنبالش میگردم که پول رو پیدا کنم. من فکر میکنم محمدها دنبال پول نمیگردن، ولی وقتی ازشون میپرسی میگن پول رو میخوایم، و من نمیفهمم که این کجاش به هم وصل نیست. ببین دنبال کار هستیم، ولی باز میگم این هم پس اینم بگم، این اطلاعات دانشگاهی برای بچه‌ها شاید جالب باشه، شاید برای خودم جالب باشه. بگو. توی دانشگاه یه بار معلممون اومد گفتش که دانشگاه که مثلا 500 نفر دانش آموز هستش، اومد گفتش که اگر فردا بیان مینیمم ویج رو 2 برابر کنن کیا بیشتر کار میکنن؟ تنها کسی که تو 500 نفر دستش برد بالا من بودم. بعد معلم من با تعجب نگاه کرد، گفت مطمئنی؟ گفتم آره. و من خیلی اینجوری بودم وا یعنی چی؟ من که دارم کار میکنم، بعد دنبال پولم که دارم کار میکنم دیگه، حالا که پول بیشتر شده خب من بخوام بیشتر کار کنم دیگه، نمیفهمم. بعد گفت حالا کیا کمتر کار میکنن؟ 499 نفر دستشون بردن بالا. یعنی همه آردینو میدونستن که آقا ما فقط کار میکنیم که بتونیم بخوریم و بخوابیم، یعنی اگه تو اینو بتونی جور کنی با نصف تایم، ما نصف تایم هستیم. و این موضوع هم هست، این انسان اینه، من نمیدونستم، من جز اون 1% یا کمتر. expectation اینه که اون حداقلایی که میخوام وقتی که تموم شد دیگه انگیزم از دست میدم. آره من برای خودم اینجوری که من بیشتر دنبال علاقه‌ام، دنبال کاری هم که دوست دارم انجام بدم، اون چیزی که تو ذهنمه. من میگم شاید چون میبینم آدمایی که خیلی چی هستش، یعنی موزیک هست ها، موزیک هست، یوتیوب هست، همینا هست، ولی اونام اکتیو هستی دیگه، کاری داری میکنی، درست میگم؟ آره بیشتر یوتیوب و اینا دارم یه کارایی میکنم. و خیلی هم اینو دیدم، کسایی که از زندگیشون خیلی راضیان و خیلی خوشحالن، تجربه شخصیمه،
دیدم دنبال علاقه شون رفتن، دنبال کاری که دوست داشتن رفتن. واسه این من خیلی بیشتر شاید علاقه من چیه؟ علاقه من پول در آوردنه یا بیزنسه؟ علاقه تو آخه من که نمیتونم بگم، ولی بیزنسه شاید. چون من نمیدونم الان چیه. به نظر تو علاقه من چیه؟ من لابلای حرف محمد اینو دارم، یه چیزی به ذهنم رسید، این ضرب المثل یا این اصطلاح رو خودم در آوردم. It's not or, it's and. کی گفت که دنبال علاقت یا باید دنبال علاقت بری یا حواست به امور مالیت باشه؟ It's not either or, it's and. تو میتونی دنبال علاقت بری با این مایندست که لحاظ مالی اپتیمایز بری جلو. تو با 2 تا سناریو میتونی بدبخت بری دنبال علاقت، میتونی خوشبخت بری دنبال علاقت. جواب دندون شکنی قوی بوده. من میگم دنبال چی میگردی تو صورت؟ یعنی تو باید بعداً بری اپیزودو ببینی و بفهمی سوال چی گفت. خیلی قوی بود. آره آقا، پس این در واقع یعنی اینو به عنوان چیزی نکن که داره جلوتو میگیره. من دارم میگم چرا نمیشه این حسن بعد خود همین مثلا میتونه یوتیوبت بشه. این چی بهت میگم، این یارو هستش که میره چمن میزنه میلیون ویو میگیره. دفتر خونه یارو همین که مثلا نمیدونم کسی میده، یارو میره چمن میزنه، بعد هفته یه بار میره یه خونه پیدا میکنه که در به داغونه. توی راهایی که داره میره چمن بزنه یه خونه میبینه که مثلا چمن در اومده فلان، بعد بالا میشه در خونه یارو رو میزنه، میگه من چمناتو مجانی میزنم و اینو ویدیو میگیره میذاره روی اینترنت و پول در میاره از روی یوتیوب که داره اینو میذاره. انقدر این آدم گنده شده از همین کار که 3 هفته پیش رفت در یه خونه، دلش واسه خانم خیلی سوخت. گفت آقا من میخوام واسه این خانم خیلی بی بضاعت گناه داره، من میخوام برای این پول جمع کنم. توی 2 روز $900,000 پول جمع کرد تو 2 روز. بعد الان رفته یه ویدیو دیگه گوشه که مثلا داره رفته بزنه، گفته اینقدر پول جمع کرد، زنه پراکورک شیخته، اصلا نمیدونه یعنی چی، در خونش زده اومده خونشو تمیز کرده، $1 میلیون داره بهش پول میده، براش داره خونه میخره، همه داره اپیزود میکنه. خود این شده یه سریز، من 1000 میلیون این 1 میلیون لایک میگیره، فقط لایک. یعنی ببینید چه جوری ویو داره میخوره. و یارو میدونید بعد مثلا یارو شاید عاشق این باشه که ستار بزنه شبا. حالا خیلی جالبه، من چون همینجوری که داریم صحبت میکنیم فکر میکنیم دیگه، ما سناریوی از قبل چیده شده ای که نداریم همه ولی تو تمرین نمی‌کنی، من عادی تمام شو دیالوگ بود اینا که گفت 100% دیالوگ خیلی حرفای هادی، حرفای من اصلا مال هادی بود. حالا نوبت من شد دیگه، نباید میگم ما سناریوی 2 ماه اینجاشو کات چیدیم. اینجا که من لو دادم اون تو اینجا خوبه گفتی. نه ولی تنها چیزی که برام خیلی منطقی به نظر میرسه همون به اصطلاح منطقه امنیه که هادی راجبش صحبت میکنه. احساس میکنم اگر تا الان این چیزایی که به من گفتی، اگه مثلا یه ایده‌ای اومده یا ایده‌ای رفته تو ذهنم، حالا یا تو گفتی یا خودم بهش فکر کردم یا هر چیزی، نخواستم شاید از اون سیف زونه بیام بیرون، منطقه امنه. یعنی دوست داشتم ول کن دنبال دردسر میگردی، مثلا میدونی نه که تماشین باشه، ولی خب آره دیگه. مثلا دردسر چی میترسی؟ از اینکه مثلا دولت بیاد دنبال میگم اون لحظه ماشینا رو بزنی تو دیوار یا اصلا اینا نیست؟ نه بعید میدونم، نه اینجوری نیست. شاید بیشتر چه میدونم همین که یه کار جدیدی که تا حالا انجام ندادی میخوای انجامش بدی و 0 تا 100ش هم مثلا تا حالا نمیدونستی چیه، حالا باید بری دنبالش و میگم دیگه از اون روتین خود کلا خارج میشی. من به نظرم هادی خیلی ایده بهم داد، کمک کرد، چون که آره همینجوری که دارم فکر میکنم این منطقی ترین چیزشه، دلیلشه. بعد یه چیزی که هست من نوتیس کردم از آدمای دور و برم اینه که وقتی میخوام به چیزی فکر کنن خیلی آیدیا رو گنده میبینن. یعنی مثلا آره یارو تا ته داره میبینه. من اینجوری میبینم که پس من یه وبسایت میخوام که به من زنگ بزنه، من تمام کارم همینه، یه وبسایت میخوام که به من زنگ بزنه. بعد که یارو به من زنگ زد تازه میرم یوتیوب به یارو میگم ماشین چیه، میگه لکسس، چه مدلی 364 چه، بعد اونو میدم تازه اون موقع تو یوتیوب میزنم هر چجوری چرخ لکسس 364 رو عوض کنی. بعد نگاه میکنم بعد میگم خب پس پیچ 38 صدم میخوام با مثلا 3/4 اینچ.
حالا بلند میشم میرم مغازه کینیان تایر میگم پیچ 3800 به من بده با فلان، با یه دونه دریل و فلان، میرم اونجا میزنم همونجا درستش میکنم، بعد میام بیرون میگم خب یاد گرفتم. مثلا میگم من اولین باری که اومدم لاستیک عوض کنم نمیدونستم که تو وقتی این یارو جکو میذاری زیر ماشین باید یه جای خاصی بذاری، فکر می‌کردم زیر ماشین هر جا بذاری میره بالا. بعد گفتم نه دقیقاً تو خمشی نگاه کن یه جا هست قشنگ مربع میبینی، بعد خمشون یه مربع درست کردن که واسه جک درست شده. خب من نمیدونستم دفعه اول. این خب من خودم فیزیکا گفتم الان تو امروز این از یوتیوب میشه یاد گرفت، میدونین. بعد من دیدم خیلی همه آدما گنده نگاه میکنن، حالا اگه من روزی 20 تا زنگ بزنن من دیگه صبح تا شب از کمر میافتم، اصلا یه چیزایی میبینه که اصلا واقعیت نداره. من این داستان میوه که میفروختم فهمیدم، رفتم یه جا با یه کشاورزه آشنا شده بودم، اون کشاورزه بهم گفتش که فهمید ایرانی هم، گفت یه باغ هستش 2 تا باغ پایینتر مواد ایرانی داره مثلا آلبالو و اینا. گفتم اوکی. رفتم چیز این یارو اسمش هم زیا بود اسم فارمش، رفتم فارم زیا و گفتم که یارو هم یه یارو اومد بیرون میدونستی تقریبا ایرانیه ولی نمیتونستی بفهمی ایرانیه یا هندیه، ولی باید انگلیسی حرف میزنه، بهت هم باید بد اخلاقه، یعنی حدس میزنی که هندیه که ایرانی هم دوست نداره، اینجوری مغز اینجوری بازی میکنه. بعد من باش حرف زدم و این حرفا، فهمیدم ایرانیه ولی باش هنوز انگلیسی حرف زدم. گفتم که من میخوام اینا رو بخرم، به من دوست نداشت با ایرانی‌ها کار کنه، بعدن که شناختمش فهمیدم اخلاقشو، ولی اون موقع به من اینو نگفت. گفتش که من نمیفروشم. گفتم چرا نمیفروشی؟ گفت به یکی دیگه فروختم. گفتم تا کی فروختی؟ گفتش که همه چیزای امسالمو فروختم. گفتم اما هنوز شروع نشده، مثلا یه ماه دیگه شروع میشه. گفت همه رو تو 3 ماه دیگه هر چی دارین فروختم. یارو از 3 ماه قبل اومده همه رو پیش خرید کرده. گفتم اوکی. وایسادم سال بعد 4 ماه قبل از اینکه چیز کش بود رفتم اونجا. رفتم تو، گفتش تو کی؟ گفتم من پارسال اومدم بهت گفتی که یه نفر اومده 3 ماه قبل اینا رو پیش خرید کرده، من الان 4 ماه قبل اومدم میتونم پیش خرید کنم؟ بعد یا قشنگ مثل هادی خندش گرفت چون چرت و پرت گفته بود اصلا یادش نبود چی من گفته. بعد یا اونجا کیشومات شد، بعد یه خندید و اینا، گفت خیلی اینا رو میخوای؟ گفتم آره. گفت اوکی بهت میدم. بعد یه سال بعد میگفت هر کی هر چی میخواد بخره باید با سهیل صحبت کنه. همین یارو بلند میشد میرفت اونجا دم مزرعه‌اش میگفت برو برگرد ونکوور به سهیل زنگ بزن، من فقط به سهیل میفروشم. و من نشستم فکر کنم چطوری برم آلبالو فروشی ایرانی‌ها رو بگیرم. این خیلی سخته، میرینی تو خودت بخوای جواب بدی. آره اصلا میگم اون ایده بیزنس انگار برای ماها. من میگم چطوری میوه بفروشم. رفتم میوه فروشی اول گفتم چی میخری؟ گفت گیلاس. گفتم چند بیارم میخری؟ گفت $3. رفتم تو مزرعه همه آقا من بعد گیلاس رو $2 بخرم، کی من میتونه $2 بده؟ یکی گفت 2.25، یکی گفت 2.50. چه جالب. یاد این استیو جابز یه سخنرانی مشهور داره توی گریجویشن استنفورد، این سخنرانی کرده. بعد یه جمله میگه که تو این مایه هاست که تو هیچ وقت نمیتونی وقتی رو به آینده نگاه میکنی بگی که این مایلستونا رو، این نقطه زندگیمو با این نقطه زندگیمو این و اینا رو به هم وصل میکنم، این تراجکتوری زندگی منه. همیشه تو وقتی که میگه فقط میتونی وایسی پشتتو نگاه کنی، وقتی به پشتتو نگاه میکنی، داتا رو نگاه میکنی، اون وقت داستان زندگی تو میتونی تعریف کنی. یعنی با توجه به صحبت‌های شما، تو اگه بخوای از الان نگاه کنی به انتهای بیزینست در آینده و بخوای نقطه پیش بینی کنی، اولا که اون با واقعیت هم خانی نداره، بعدش هم فقط به قول سهیل خودتو اوورول میکنی که وای این مسیر اینجوری، به هیچکی نمیتونه پیشگو باشه. فقط چیزی تو رو موفق میکنه که اگر در لحظه در حال تو رو بذارن بگن تصمیم بگیر، تو یه تصمیم خوب بگیری، یه کار خوب بکنی که بعداً تو آینده وقتی نگه می‌داری میتونی اون معناهای اونا رو به هم دیگه وصل کنی که ببینی که این داتا چجوری وصل شد. اون موقع هم که سهیل داشت میرفت اون مزرعه، هیچ وقت نمیدونست که در آینده چه اتفاقی قراره بیفته، فقط یه کار باحال کرد که از بقیه متمایزش میکرد اون لحظه. در آینده که الان نگاه میکنه میگه ببین تمام همه میومدن سراغ من. یعنی این یه قانون همیشه وجود داره، تو در لحظه همیشه یه دوراهی داری، میتونی تصمیم خوبه رو بگیری،
میتونی هم پسیو باشی کاری نکنی. خب ولی اگر که تلاش بکنی، جالبه که این تلاشت خیلی وقتا ممکنه اون لحظه بعدیش فیلیر باشه. مثلا تلاش کنی اون لکسوس رو چرخش رو عوض کنی، مشتری اولتو گند بزنی، چون بیای جک و جای بد بذاری پایین ماشینش هم خم بکنی. خب ولی باز دوباره توی مشتری بعدی دو جور میتونی تصمیم بگیری. یکی این که بیای نتیجه بگیری که من به درد این شغل نمیخورم، گند زدم. یکی هم اینه که اول هر شغل یه بریری هست، یه فراستریشن بریری هست، من باید بتونم اینو رد کنم. خب اینو کچ کردم، معنیش این نیست که همیشه قراره. آدمای بدبین تعمیم میدن یه اتفاق رو. یه اتفاق بد افتاد، میگه اوکی it's always like that, it's never gonna happen. یعنی یه چیزو تعمیم میده، میگه همیشه همینه، همیشه من قرار گند میذارم. نه، من از اینجا یاد گرفتم که اینجا نذارم، دفعه بعدی جای درست میذارم. خب پس یه پله رفتم جلوتر. مشتری بعدی میفهمم که این چرخام یه لاک مخصوص دارن همیشه تو ترانکه. بعدن دفعه بعد یاد میگیری که لاک مخصوصش رو از طرف بگیری درست باز کنی. دفعه سوم دیگه رو روال افتادی. یعنی میخوام بگم اگه اون آدم مثبت بین پرواکتیو رو به جلو باشی، اگه نگاه کنی میگی what if، اونا یه سری از آدمایی که خیلی رو مخ من هستن، این what if یان که اگه من برم با مشتری اون لحظه پول نداشته باشه که بعد من پول منو نده، بعد من برم ببینم آدرسش عوض شد، میگم داداش این سناریو رو از کجا آوردی؟ خب اوکی اگه اینجوری شد پولت از دست دادی، به دوز خورده بهت، حالا بشین هی سناریو منفی ها رو بچین جلو. خب چرا به این فکر نمی کنی که خب اگه اینجوری شد ازش بپرسی، ببینی که بهش راید بده، برو ATM باش. چرا به این فکر نمی‌کنی محمد چقدر آدم خوبیه، چقدر وایب خوبی داره، چقدر سر به زیره؟ اصلا یه چیزی بگم، یه چیزی میشنم. یعنی مثلا کسی که بره تو بیزنس، که به در خونه یه نفر مثلا بگه من میخوام مشاوره کنم، یارو میگه من فکر کنم یه مثلا آدم مست جانکی مثلا میخواد شواب کنه در خونه، میخواد دو دله، بعد این میاد از احساس خوب میکنی، ریلکس، میدونی اینا رو هم تازه داره. و من اینا رو میبینم ناراحت میشم که میگم الان اگه من توی بدن این بودم، از اون دول جوون و اون مغز جوون و کمر جوون چه استفاده که نمی‌کردم. نه بیزنسی من این نبود. بیزنسی دیگه میفروختم دولم. اون دولو فروختنی دول. من نگفتی دولم طلاست. دروغو؟ نه چه رفت؟ طرف بالا دیگه. نه بیزنس رو داشتی میگفتی یا اصلا کی سکشوال شد؟ من میگم دیگه همه جوره من الان تو رو استفاده بهتر میکردم. یعنی الان داری بدنتو همه جوره دیدی میذاری پارکینگ یارو ببینید لامبورگینی داره، بعد مثلا میگه یه سال رانندگی نکردم، میگن خب دیوونه ای تو، دیزرو نمیکنی، تو دو چرخم لیاقتت نیست، واسه چی لامبورگینی داری رانندگی نمیکنی؟ یعنی تو الان مثلا یعنی بچهای مثلا قیافه درب داغون، وایب بد، گم بدی، نفهمی، بیشور. توی یک سال گذشته من یه بار بهش گفتم یه کاریو بهتر بکنه. دیروزم بهش گفتم راجع به اسپانج ظرفشویی. اونم که دوست، یعنی همین اینقدر آدم خوبیه. پاشا اومده من میگه که چرا تو با محمد انقدر خوب شدی؟ براش عجیبه. خب اصلا نمیفهمم، برای همین دلم میسوزه. و میدونم خیلی آدم ایرانی که میان مثل محمد همینجوری اومدن زندگیشون رو بسازن و میبینم اپورتونتی ها میاد میخوره تو صورتشون، اینطوریان و الان که مثلا بهش میگم، مثلا میگه میترسم درو باز کنم، مثلا دوست ندارم وقت مثلا ببینم چی میشه. و خب به نظر من این بحث خوبی بود. یه خورده آدمایی که الان میترسن بلند شن تکونی بخورن، اینکلودینگ خودت. یعنی امیدوارم مثلا بگی آقا من لاستیکی زدم. آره. بعد تازه اگه امروز تصمیم لاستیک بزنی من میشم مشتری اولت. آره. بعد اصلا واقعا برنامه این مدلی که یکی که حالا بیزنسی نداشته، یعنی دو نفر برو بابا اگه من بهش میگفتم بیا چیز کن ماشین من الان برو عوض کن مجانی، حاضر بود بشینه تو ماشینش بره کینین تایر جکو بخره عوض کنه واسه رفاقت. همچین کاراکتری هم هست. به این فکر کن. میگم واسه مجانی و زحمت اینو حاضر بکنه، واسه پول نمیکنه. چه خب داش بکن دیگه. ببخشید نه میگم خیلی خفن بود این کاری که امروز کردی. بیزینس اول تو با رفاقت شروع کن. مجانی برای سهیل یه کاری بکن، ولی مثلا یه کاغذم کنارش داشته، کارایی که میکنی بنویس،
داکیومنتش کن. بعد از اینکه درست تونستی یاد بگیری انجام بدی، دفعه دوم بگو اوکی خب سهیل منو ریفر کن به یه نفر که همین کارو من با قیمت کم براش انجام بدم. دفعه دوم ازش درآمد داشته باشه. حد بذاریم. آره تو تلفنش هم دارم. همین الان میدونم دقیقاً کی. بیا. همین الان یه بیزینس متولد شد. آره عجب برنامه شد. گفتم یک رفیقام بهم گفت بری فلان جا $50 $60 عوض میکنه. آره. اونو بهش بگم بیا در خونه که میاد $80 میکنه قبول میکنه. همینجوری فعلا اولش قیمتت مهم نیست. اولش چک و چونه میزنی همینجوری میری. بعد همینجوری میری قشنگ بعد به چشت به هم بیاد میبینی سر می که میشه یهو 90 تا کاستومر داری. از اون هم زمستون که میزنه توی یکی دو ماه دوباره 90 تا کاستومر داری. کار قیمتی خود ریلکس‌تر می‌کنی، میندازی رو اینا، یه پول گنده جمع می‌کنی، پولا رو می‌زنی تو اینوستمنت. همینجوری آدم‌ها پولدار میشن. دارم بهت میگم مثلا نمی‌تونی باور کنی چقدر تیکه دیگه. بابا این دیوس دکتر میلیونی داره پول در میاره. رفتیم کازینو یکی از بچه‌ها 200 رو رفت زد لتو پار کرد. کی بود؟ حمید بود اسمش، نمیدونم کی بود. خاک. آره. من حمال بودم ولی درس. بعد خلاص نمیدونم کی رفت پولش رو زد نابود کرد. اومد رفت تو استاک 200 رو در آورد کشید بیرون گفتش که من بازنده نباشم. یعنی انقدر لحظه من تو ویدیویی که باهاشم اولین ویدیویی که باهاش گرفتم تو ویدیو گفتم تو باحال‌ترین آدمی هستی که من توی سال دیدم. اون لحظه حرفمو باور نکرد. فکر می‌کنم یعنی طبیعی هم هستش میگه نایس بازی در میاره. مخصوصا ما که ایرانی و چوسارو. در صدا آقا دمتون گرم. من خواستم اینو صحبت بکنم. این ما نگفتیم کسی تا آخر عمرش لاستیک عوض کنه یا منم قرار نشد تا آخر عمرم میوه فروش بشم. حالا این داستان میوه که گفتم فرض کن یه فارم اومد به من و النا آفر کرد که آقا من میام تمام 15 ایکر زمینو میذارم در اختیارتون. فکر کن هزاران درخت میوه خوشگل بغل یه کوه هوای مشتی. گفت اینو میدم در اختیارتون. یه خونه براتون میسازم اونجا نگاه کن زمین شادی ساختم زمین صاف. شما به من بگین چی میخواین من روش برای شما دیزاین شما رو میسازم. باغم میدم در اختیارتون. سالی هم بهتون $50,000 پول میدم. میوارم که فروختیم 20% فروش مال شما. خب مثلا من فکر کنم مثلا بچه نشیم یهو میرفتیم اونجا 2 سال 3 سال اونجا میموندیم. تجربه جدید زیرو کاست از درخت میخوریم اونجا تو جنگل هستیم. اشغال میکنیم اجاره مجانی آب مجانی گاز مجانی برق مجانی غذا مثلا 60-70% مجانی. تمام این پولا رو جمع میکردیم. بعد خب من چیز بیزنسی هم داشتم یا مثلا تا آخر سال اونجا بستنی فروشی زدم سر کوچه‌مون. یعنی تو خود دم در یه بستنی فروشی هم راه دادم ژلاتوی سهیل مثلا رسپی هم یاد گرفتم با میوه‌های خود پارک درست میکردم. هر کی شد تو پاش پاره میشد. 3 سال 4 سال پول جمع میکردم یا $300,000 1 میلیون پول میذارم میومدم بیرون. کسی هم نمیفهمید. میگه کجا بودی 3 سال گفتم رفته بودم توی بهشت داشتم زندگی میکردم بهترین تابستون فلان. زمستون هم میری برای 6 ماه میذاری میری چون همه چی یخ زده اصلا لازم نیست اونجا باشی. بهترین کار دنیا اصلا نیستی. بهشت عالی. من برای اینکه رپ اپ بکنم همه حرفایی که تو این اپیزود زده شد که دو جور مایندست میتونی داشته باشی. مایندست خوشبین اینجوری آنترپرنور فرصتجو با در مقابل مایندست بدبین و اینا. ببین تو وقتی این مایندست رو داری چرا مسئول باغ داره این کارو میکنه؟ چون این مایندست براش ولیو داره. براش ارزشی که برای رئیس باغ داره از اون $50,000 به اضافه خونه مفته برای در اختیار قرار دادن ارزش اون مغز براش بالاتره. چون میدونه اگر یه همچین مغزی رو بیاره توی لات خودش بذاره و اون اونجا زندگی بکنه میدونه که این پتانسیل درآمد خیلی بیشتر برای باغش داره. چون که محصول داره از اونجا درست میکنه داره ایده میاره براش میگه من همه چیت با من 50,000 تا میذارم روش ولی تو یعنی میخوام بدم کسی که اونم یه آدم فرصت شناسه آدم شناس خوبیه که این داره پیشنهاد میده. بنابراین فقط اون مغز فقط یک مغز و مایندست درست که همش هم این توه میتونه توی زندگی ما رو توی این موقعیت ها قرار بده که زندگی بهتر برای ما جذب بکنه. دیگه ما خیلی موتیویشنال اسپیچ شدیم امروز. نه واقعا باشه 67 همینه دیگه. کسی که 67 نمیکنه اومده زندگیشو بسازه و جون مادرتون بسازین. حیفه. انقدر راحت پولدار شدن هست. یعنی من واقعا دارم گریه میکنم که تو الان
چقدر پولا بوده از برف بارو کردن، از کار احمقانه. این نمیتونی باور کنی. مثلا به خود اصلا همین الان میگفتی تابستون همین زمستون که برف اومد 2-3 بار، اگه فقط برام میگفتی من میخوام برف بارو کنم، من از صبح تا شب برات کار پیدا میکردم. خونه $100 $100 یه ساعت 6 ساعت میرفتی، $600 میومدی خونه توی 6 ساعت. نه دمتون گرم. ورزش کردی، قوی شدی، بیرون نفس خوب فلان. این صحبتی که با هم دیگه کردیم، هی بک اند فورت با هم صحبت کردیم، خیلی اصلا دید آدمو خیلی باز میکنه. دمتون گرم. و اینکه حالا واقعا یه اکسل هم باز کن، ببخشید وسط حرف، یه اکسل هم باز کن، دوست بعدی که بهت ریفر کرد اسم و تلفنشو بذار که 6 ماه یه بار بهش زنگ بزنی، چون الان تایرش عوض کرد، 6 ماه بعد میخواد دوباره تایر بعدی رو بذاره دیگه. این لیستم درست کن، این سابسکریپشنیش کن. آره مثلا خوراکم چیزاست که همش سریع لیست درست بکنم، به یارو زنگ بزنم، حواسم باشه. آقا کارم واقعا آر نداره. این هر کاری که پاسیبیلیتی بتونی بکنی، مگه میفهمیدم وقتی که مثلا اومده بودم اینجا، اگه میفهمیدم مثلا میتونی بریم مثلا پوپوی سگ تو پارک جمع کنی بهت فلان قد پول میدن، زیاد میرفتم. اگه مثلا توش پوله نه، اگه مثلا گفتم $1000 بهت میدیم هر پوپی برای، یعنی من فقط داشتم دست، اصلا ناخنم قهوه‌ای بود، نمیدیدم من ناخنم قهوه‌ای نباشه، وقتی داشتم دستکش بکنم دستم، تا روزی که به اون هدفم میخوام برسم. من دلم میخواست $5 میلیون پول داشته باشم، بشینم تو خونه دیگه گل بزنم تا آخر عمرم. روزی که برسم به $5 میلیون دیگه کارام میذاشم کنار، که حالتی که محمد گفت این بود که به علاقت برس. دمتون گرم. چاکس.